الرحمن الرحیم هیلرم چې روغ و جوړ بوسئ راته. امروز میخوایم نوبدهی کابل و ولایت‌ها همراهتون شریک بگذارم. تاریخ است 402 ماه هفتم تا و 11 مثلا البته تاریخ امروزی. نوبدهی کابل که از کسایی که در سال 401 دو ثبت نام کرده بودند، یعنی در 2022 ماه هفتم و تاریخ 23 البته ثبت نام کرده بودند. نوبدهیشون مشخص شده، یعنی تاریخ بیومتریکشون مشخص شده و میتونه فرمای خود چیزی کنه، چک کنه. و روزگان که د 1401 کال د 12 میاشتې 23 تاریخ ته رسیدلی، بادغیس که است. نوبدهی بادغیس در 402 ماه چهارم و تاریخ 30 است. بامیان 402 تاریخ ماه 1 تاریخ 30 است. بدخشان 401 12 است. بغلان 402 1 20 است. بلخ نوبدهی بلخ به تاریخ 401 11 18 است. پروان 401 12 22 است. پکتیا چې د نوبدهی د 1402 کال د څلورمې میاشتې 29 تاریخ ته رسیدلی. پکتیکا د 1402 کال د اوومې میاشتې 6 تاریخ کې ده. پنجشیر کې است. نوبدهی پنجشیر 402 ماه حمل و تاریخ 28 است. تخار 402 ماه سنبله تاریخ 4 است. جوزجان 402 ماه حمل و تاریخ 30 است. خوست چې د 1401 کال د میزان د میاشتې 18 تاریخ کې ده. د کندی نوبدهی د کندی به تاریخ 401 ماه میزان و تاریخ 7 است. سریپول 402 ماه حمل تاریخ 29 است. سمنگان 402 ماه ثور تاریخ 27 است. غزنی 401 ماه میزان تاریخ 8 است. غور 402 ماه جوزه تاریخ 15 است. فاریاب 402 ماه حمل 28 است. فرا 402 ماه حمل تاریخ 28 است. کاپیسا 401 ماه سنبله تاریخ 5 است. کندوز 402 و ماه چهارم و تاریخ 16 است. کندهار د 1402 کال د شپږم تاریخ ته رسیدلی. کونړ د 1402 کال د دویمې 22 کې ده. لغمان د 1402 کال د اولې میاشتې 14 کې ده. لوګر د 1402 کال د 8 تاریخ کې ده. ننګرهار د 1402 کال د اولې 19 کې ده. نورستان د 1402 کال د اوومې میاشتې 6 کې ده. نیمروز د 1402 کال د 2 تاریخ کې ده. هرات د 1401 کال د 28 کې ده. هلمند د 1402 کال د 6 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 28 کې ده. زابل د 1402 کال د 6 کې ده. احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د ولایتونو سایټونه خلاص شي د ثبت نام لپاره او د تبدیلی لپاره. کسایی که میخواه در ولایت ها ثبت نام کنه، فعلا سایت های کدام ولایت که بسته باشه میتونه در کابل ثبت نام کنه. بعد از او که سایت ولایت هایشان باز شد، باز میتونه فرم خود از کابل به ولایت ها تبدیل کنه. منتظر سایت نباشه که هر وقت سایت ما باز شوه و مو وقت ما چیزی کنیم ثبت نام آنلاین کنیم. در این صورت شاید بر شما زود تبدیل نشه یا فرمتون ثبت نشد، چون وقتی که فعلا سایت ها باز میشه برای 5 ساعت 10 ساعت یا 11 ساعت یا 14 ساعت 24 ساعت فعال می باشه، دیگه باز بسته میشه
و خوب گپ این است که اول ثبت نام کنید در کابل، بعد از که سایت ولایت ها باش باز میتونی تبدیل کنید. تبدیل بند نیست، تبدیل باز است، باز میتونی که تبدیل کنیم. و فعلا هم باز دوستای ما مسیج میکنه که ما در چاپ فرم مشکل داریم، یعنی وقتی که فرم خود چیز میکنیم دانلود میکنیم یا چاپش میکنیم چاپ نمیشه، دانلود نمیشه. مشکل اساسی چی است؟ البته این مشکل از 2 روز پیش البته این مشکل ایجاد شده. با دوستای ما برایشان چاپ با فرمشان چاپ شده، باز آنها چاپ نشده است. این مشکل تکنیکی است. وقتی که سیستم به شکل اتومات اپدیت میشه، یگان وقتی تو میشه که سیستم به شکل کامل اپدیت نمیشه، نیمه میمانه و کسایی که در فرمشان دانلود نمیشه اونها در کسایی هستند که اونها در اپدیت مانده است. مگم در لیست ها که بر اونها پخش میکنه اونها آمده است و اینها باز میتونه که 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد باز میتونه که فرم خود دانلود کنه. دوباره که سیستم اپدیت شوه بعد اون وقت باز میتونه که فرم خود دانلود کنه و فرم خود به دست بیاره. و کدام مشکل جدی نیست، تشویش نکنید، حتما فرمتون دانلود میشه، مگم یک کمی صبر داشته باشین. و فعلا در ولایت ها البته باز ولایت ها تعدادشون زیاد شده، باز هست که کم شدن. در مجموع زیاد ولایت ها فعلا روزهای قبل 12 ساعت البته جلد توزیع میشد، اولا 100 جلد توزیع میشه. دلیل اساسیشون همی است که تعداد غیر از ها در ولایت ها زیاد شده، چون بعضی دوستای ما هستن که نمیتونه که به مو تاریخ مراجعه کنه، به مو خاطر اینها که روزانه لیست ها را ترتیب میکنه با امیرات ولایتی تماس میشه، باز به تعداد مو چاپشان میکنه. اگر نفرایی که مثلا فعلا هرات کی است البته 1000 جلد توزیع میشه، قبل 1500 بودن و در 1500 هر روز تا 200 تا 300 یا 400 نفرات چیزی میشه به رازن میباشه. به مو خاطر فعلا در هرات البته ظرفیت 1500 است، مگم از طرف ریاست که اصفهان برایشان شریک میشه فقط و فقط 1000 جلد میباشه. احتمال این هم است که در روزهای آینده بخیلی که هم افزایش پیدا کنه، دولت ها و در هرات، در کابل، در همه جا البته کدام مشکلی نیست. و در کابل یک خوبی وجود داره که اگر غیر حاضر هم شوی تا 1 سال البته تا 2 3 ماه 4 ماه 8 ماه میتونه که بعد مراجعه کنه به متریک، کدام مشکل براتون وجود نمیکنه. و این مشکل است. باز دوستای ما مشکل سوال کرده بود درباره این چیزا، بس کسایی که مثلا سوال داره راجع به پاسپورت کدام مشکل داره میتونه که زیر ویدیو کامنت بگذاره تا مشکلشان در ویدیوهای بعدی شریک بسازیم. تشکر، زنده باشید. و برای حمایت از ما چنل ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید. تشکر، زنده باشید.